بیا رفتیم اشتیاق بشه مدرسه کنی کلی بهتون هم هست پالتو هم هست کنی سخن درباره آن می‌رود که سده 20 و 21 ظهورات بیگانه پرستی بیگانگی را با نام اکسپانسیا پادوبیه غصب مداخلوی سر و لباس را روی کار آورد. خصوصا آخر سده 20 و اول سده 21 وابسته به پاشگوری اتحاد شوروی. غصب مداخلوی سر و لباس را روی کار آورد. ماهیت این ظهورات از آن عبارت است که کشورهای معین هدفهای ایدئولوژی و ژئوپلیتیکی خویش را به هر وسیله حتی با واسطه سر و لباس پیاده ساختن می‌خواستند و می‌خواهند. در این حالت ضرورت حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی لباسداری ما تاجیکان پیش آمد. وزارت مالی و علم به خاطر پیشگیری و جلوگیری کردن از همین ظهورات بیگانه پرستی و بیگانه شوی در فرهنگ سر و لباس یگانه مکتبی را چی برای خوانندگان چی برای آموزگاران روی کار آورد. توجه کنید ببینید پورا خاراکتری ملی دارد. دوم حاضر ببینید پس از پاشگوری اتحاد شوروی در جریان احیاشوی ارزش‌های ملی در برابر عنعنه رسم و آیین و فرهنگ لباسداری تاجیکان ارزش‌های دینی که طی 1300 سال اخیر با ارزش‌های ملی آمیخته تشکل یافته بود احیا شدن گرفت. فرهنگ لباس بیگانه در زیر پدیده سطر و حجاب اسلامی در کشور ما پنج شدن گرفت که از وابسته به وارد شویشان از کدام کشورها از یکدیگر تفاوت دارند. با نام سطر ترکی، سطر سعودی، سطر دیگر ایرانی، دیگر. از این رو برای گرفتن پیش روی بیگانه پرستی، بیگانه شوی از فرهنگ لباسداری و لباس پوشی کشورهای دیگر ما مجبور دانستیم در وزارت معارف که سر لباس یگانه مکتبی را برای فرزندانمان برای آموزگاران کار کرد.